منطلق قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقات سقي الماء. نقف هنا في إحدى مخيمات غرب غزة الأكبر اكتظاظا في يوم الخميس 10 من يوليو لعام 2025. نقف هنا بين هذه الخيام لنقوم بتوزيع شاحنة المياه على أهلنا النازحين الذين يتضررون جوعا وعطشا، وهذا العمل بتبرع كريم وسخي من مؤسسة محسنين الخيرية تحت إشراف فضيلة الشيخ عبد الحميد إمام أهل السنة في إيران. نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل خالصا من ميزان حسناتكم. أدامكم الله وأدام عطاءكم. حكم بأجنحة الملائكة هزوا قلوب المسلمين ولم يزالوا في دعائهم. الله ليس لنا سواك والاعتراض على قضائهم. بلغ أيادينا إليهم قل أرضك. عیدتون مبارک پیش خیلی خوشحال شدم. انشالله بر شما مبارک باشه. خیلی خوشحالم از زیارتتون. سلام هرشید در زاده خوب است انشالله. خیلی ممنون. شد تهران یادم میشه باز عکس فیلم داشته باشیم ایشون؟ اجازه چند تا عکس بگیریم؟ کسی که شما او را با نام عبدالحمید میخوانید محبوب قلب و جان ملت ایران است و در بین آحاد جامعه ایران و خارج از کشور ایران با نام حضرت شیخ الاسلام شناخته می شود و این سخن شما نشان از بدتربیتی و بی‌ادبی شماست. حضرت شیخ الاسلام شخصیتی است که در داخل و خارج از کشور محبوبیت دارد و مورد احترام اکثر مردم و ملت هاست و چهره ملی و بین المللی است و بدون شک این جایگاه را خداوند به سبب علم و عملش به او عطا نموده و با سخنان پوچ و بی ارزش شما ذره ای از محبوبیت ایشان کاسته نخواهد.